با سلام و روز بخیر، روز خوبی داشته باشید. من امروز توی ویدیو کوتاه میخوام در مورد یک تمرین رو بهتون یاد بدم که این تمرین به مهارت تقلید کمک میکنه. این تمرین تقلید حالتهای چهره هستش، مثل حالت گریه کردن، خندیدن، تعجب کردن، داد زدن، اخ کردن، گریه کردن، خندیدن و حالتهای صورت، جسترهای صورت، که حالا بگیم اینا چه فوایدی، این تمرین چه فوایدی داره. اولا که این تمرین رو در روبروی همدیگه میشینید یا جلوی آینه با کودک انجام میدید، اما مهارت‌های این تقلید داره یکی سبب افزایش تماس چشمی با کودک میشه، تماس چشمی تقویت میکنه، باعث مهارتش میشه. دومین مورد مهارت تقلید و افزایش میده. سومین مورد اینه که مهارت نوبتگیری، الان نوبت من گریه کنم، الان نوبت توه. حتی ما میتونیم در حالت سوم یه عروسک هم به بازیمون اضافه بکنیم، مثلا الان نوبت خرسی بخنده. و غیر از مهارت نوبتگیری سبب تقویت حرکات گونه، اورال و اندامهای گویایی میشه. این تمرین خیلی فواید داره، خیلی مفیده. امیدوارم که برای شما نیز مفید و موثر باشه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.